ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل وازلیخا بپرهیز، چرا که تا لحظات دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیال هیچ نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامگاه شیطان به سوی در بگریز. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. به سوی در بگریز. راه گریزی نیست، تو مجبور به اطاعت هستی.